أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا با عرض سلام خدمت همه عزیزان ارزشمند، برادران بزرگوار، خواهران گرامی، در ادامه تفسیر و تشریح آیات مبارکه سوره احزاب از آیه 15 به بعد تا آیه 19 تلاوت گردید که در هفته گذشته، در درس گذشته عرض شد این آیات که نسبتاً طولانی هستند و از درس‌های گذشته هم آغاز شده بود، در رابطه با اوصاف منافقین هست. در جریان احزاب و جنگ احزاب، همونطوری که قبلا عرض کردم، گروه‌های مختلفی حضور داشتند و درگیر مسائل بودند. یک گروه کفار که اونها چند دسته بودند: قبایل عرب، مشرکین، یهودی ها، اهل کتاب، همه دشمنان مسلمانان و دشمنان اسلام متحد شده بودند و صف واحدی تشکیل داده بودند. در مقابل اونها مؤمنین بودند که احوال مؤمنین را انشاءالله در آیات بعدی در درس‌های آینده خواهیم خواند. اما در وسط ذکر منافقین و صفات منافقین که اینها بسیار ضربه زدند و اینها بسیار موجب مشکلات شدند. خدای تعالی در این آیات در رابطه با اونها، مذمت اونها، نکوهش اونها، رد دیدگاه ها و صفات اونها آیات بسیار زیبایی بیان می‌فرماید. عزیزان، این نکته را خدمت شما عرض کنم. اون اینه که
مسئله تصحیح نیت، اخلاص و اینکه انسان واقعا ایمانش، عملش، کارهایش برای خدا باشد، این خیلی مهم هست و این مسئله هم یه مسئله ظریفی هست. انسان اصلا متوجه نمیشه، گاهی احساس میکنه من کارم برای خداست اما برای خدا نیست. چنان مریضی هست این نفاق که گاهی انسان خودش تشخیص هم نمیده. شاید به همین دلیله که صفات زیادی برای اهل نفاق در قرآن بیان شده. در همین آیات بنده حساب سرانگشتی کردم، حداقل 10 تا صفت برای اهل نفاق بیان شده. این آیات برای این هست که ما این آیات را بخوانیم، تدبر بکنیم و سعی بکنیم که جز این گروه نباشیم، این صفات در وجود ما نباشد. چند تا صفاتشون را در هفته گذشته خواندیم که انشاءالله در پایان بحث منافقین جمع‌بندی خواهیم کرد صفات اهل نفاق را. یکی دیگر از صفات که اینجا خداوند بیان می‌فرماید عهد شکنی هست، پیمان شکنی هست. اینها وعده خلافند، پیمان شکنند، عهد شکنند، نسبت به هیچ کسی تعهد ندارند، نه نسبت به مسلمانان تعهد دارند و حتی نه نسبت به کفار و دشمنان. اینها نگاه میکنه شرایط زمان را، شرایط جنگ را، شرایط میدان را، شرایط و احوال را، ببینن که به کدوم سمت هست، به نفع کدوم گروه هست. خداوند میفرماید ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، اینها با خدا عهد کرده بودن قبل از این که لا یولون الادبار، اینها پشت نمیدهند، اینها فرار نمی کنند، اینها از خودشون بزدلی و ترس نشون نمیدند. و خداوند میفرماید و کان عهد الله مسئولا، این عهدی که با خدا بستند، این عهد، درباره این عهد سوال میشه، از اینها بازخواست میشه، باید پاسخ بدند، باید جوابگو باشند. چرا عهد شکستند؟ چرا پیمان را شکستند؟ اهل تفسیر میگویند که این عهد مربوط به جنگ احد است. در جنگ احد عبدالله ابن ابی رئیس منافقان همراه با 300 نفر از پیروان خودش اونها را تشویق کرد و گفت ما در جنگ شرکت نمی کنیم. فرار کردند، میدان را خالی گذاشتند. اصحاب مخلص و یاران با وفای رسول الله صلی الله علیه و سلم در میدان ماندند. گروهشون اندک بود، شهید دادند، 70 نفر جام شهادت را نوشیدند، اما پیروز میدان شدند. بالاخره کفار و مشرکی فرار کردند. بعد از این بدنامی و رسوایی وقتی که متوجه اینها شد، این منافقین خدمت رسول الله آمدند، عهد کردند، پیمان بستند، گفتند از این به بعد ما دیگه میدان را خالی نمی کنیم، از این به بعد ما دیگه شما را تنها نمیذاریم. جنگ احد در سال 3 بود، این جنگ خندق در سال 5 هست، 2 سال بعد از اون، 2 سال بعد از اون، و بعضی معتقدن جنگ خندق در سال 4 اتفاق افتاده، یعنی میشه 1 سال بعد از اون. 1 سال یا 2 سال پیش عهد کردند، پیمان داشتند که دیگه میدان را خالی نمی کنیم، اما اینجا دوباره میدان را خالی کردند، دوباره به بهانه های واهی بی اساس از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اجازه می گرفتند. ما در هفته گذشته خواندیم چه بهانه هایی، یقولون ان بیوتنا عوره، خانه های ما بیدر و پیکر است، محفوظ نیست، زن و بچه های ما امنیت ندارن، نیاز است ما بریم اونجا. رسول الله هم میدونست که جهاد به اجبار نمیشه، میفرمود بریم.
لذا خداوند میفرماید و کان عهد الله مسئولا، در رابطه با این عهد از اینها سوال میشه، از اینها بازخواست میشه، باید جواب بدند. این صفت دیگری از صفات اهل نفاق است. تعهد نداره، پیمان نداره، عهد شکن است. و در آیه بعد خداوند عزوجل میفرماید قل لن ینفعکم الفرار. مشخصه که این عهد شکنی به خاطر فرار از مرگ بود، به خاطر ترس از مرگ بود. پس در این آیه معلوم میشه یکی دیگر از صفات اهل نفاق ترس از مرگه، که اولا ترس از مرگ طبیعیه، همه ما میترسیم. هر کسی مریض میشه فورا میره پیش دکتر. چرا؟ تا مرگ به سراغش نیاد. بالاخره ترس از مرگ طبیعیه. اما وقتی که انسان در مسیر خدا قرار بگیره و دین خدا میخواد که مسلمان بیاید با مال و جان از خود رشادت نشان بده، در این زمان انسان بگه چون که مرگ خطرناکه و فرار بکنه، این بالاخره دلیل ضعف ایمانه و چه بسا دلیل نفاق انسانه. خداوند عزوجل اینجا میفرماید که اینها که پا به فرار گذاشتند و میدان را خالی گذاشتند و بهترین بنده و مقربترین عبد الله را محمد رسول الله را تنها گذاشتند با یارانش، اینا از مرگ ترسیدند. قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. الله میفرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم به آنان بگو هرگز این فرار کردن شما برای شما نفی ندارد، برای شما سودی ندارد. ان فررتم، اگر شما بگریزید، فرار کنید، من الموت، از مرگ، او القتل، یا از کشته شدن، بالاخره امروز از مرگ فرار میکنی، فردا چه کار میکنی؟ خیلی ها بودند که از مرگ فرار کردند، خداوند فوراً برایشون مرگ آورد. خداوند در سوره مبارکه بقره میفرماید الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف. آیا دیدی آنانی را که از دیارشان خارج شدند و هزاران نفر بودند، و هم الوف. چرا فرار کردند؟ حذر الموت، از بیم مرگ، از ترس مرگ. وقتی که از مرگ فرار کردند، حالا اهل تفسیر میگه اونها هم قومی از بنی اسرائیل بودن، از جهاد فرار کردن. فقال لهم الله موتو، یه جای امنی رفتن، اونجا که رفتن خداوند به همه شد دستور داد موتو، بمیرید. همه مردند. بعضی میگن 4000 نفر بودن، بعضی میگن 8000 نفر بودن. علی ای حال بعدن به دعای پیامبر اون زمان خداوند حیاتشون داد. ولی منظور اینه که اگر انسان از مرگ فرار بکند در مسیر حق، در مسیر ایمان، در مسیر صحیح، تا که میخواد زنده بشه؟ امسال نمیمیرد، سال بعد میمیرد. اگر نمیرد سال بعد، 4 سال بعد میمیرد. نشه چند سال بعد میمیرد. بالاخره آخر مرگه. خداوند میفرماید شما که از مرگ میگریزید و اذا لا تمتعون الا قلیلا، در این هنگام شما از حیاتتون، از زندگیتون بهره نمیگیرید مگر اندک، چند روزی، چند صباحی. فرض کنیم 20 سال دیگه زنده بشه، 20 سال چطور زود میگذرد؟ لذا عزیزان باید ما یاد بگیریم این آیات در قلب ما و در باور ما باید بنشاند این مطلب را که مرگ بالاخره میاد، دیر یا زود میاد و انسان نباید از مرگ بترسه. گرچه نسأل الله العافیه، از خداوند همواره عافیت میخواهیم، اما مبادا چنان ترسی از مرگ بشه که انسان دین و ایمان و کیان و
همه هویت خودش را ترک بکنه. خیلی اوقات ما میبینیم که انسانها از مرگ فرار میکنن. بسیاری از عزیزان بودن، خدا رحمتشون کنه، در ایام کرونا بعضی احساس کردن که این استان اینجا امکاناتی نیست، اینجا شرایط درمانی خوبی نیست. بالاخره زمانی که کرونا شروع شد از اینجا رفتن شهرستانهای بزرگی که با امکانات خوب بودن مثل تهران، مشهد، جاهای خوب رفتن اونجا، گفتن شاید از کرونا بگریزند، فرار بکنند و اگر کرونا بیاد اونجا بهتر شرایط. ولی ما شاهدیم، شما شاهدید، همه میدونند بعد از مدتی جنازه هایشون از اونجا آمد. همونجا که رفتند موت به سراغشون اومد. وقتی که موت مقدر باشه، موت برای یه انسانی نوشته بشه، انسان هر جا بره بالاخره موت به وقتش میاد. ما این صحنه ها را میبینیم، باید باور کنیم اون چه که قرآن میفرماید که موت هر وقتی که وقتش بشه میاد. گاهی اتفاقات و صحنه هایی که در دنیا میبینیم تعجب میکنیم. بعضی افراد میبینیم تصادف کردن، چنان ماشینش مچاله شده که تشخیص داده نمیشه این ماشین یا حلبه، ولی میبینیم که کسی از انسانها آسیبی ندیده، راننده سرنشینان پرت شدند. گاهی میبینیم ماشین اصلا به ظاهر ضربه‌ای نداره ولی سرنشینان فوت کردند. بستگی داره که موت و اجل چه کسی فرا برسد. لذا الله میفرماید ای اهل نفاق، شما که از موت و قتل فرار میکنید، شما که میترسید، شما میدان جهاد را و معیت رسول الله را ترک میکنید و حبیب خدا را تنها میگذارید، اون وقت تا کی میخواهید از این زندگی بهره ببرید؟ و اذا لا تمتعون الا قلیلا. قل من ذا الذی یعصمکم من الله. سبحان الله. خلاصه این آیه اینه که همه چیز به دست الله است. حافظ الله است، ناصر الله است، نفع دهنده الله است، ضرر رسان الله، همه چیز به دست او هست. پس اگر میخواهی در امان باشی، اگر میخوای ایمن باشی، خودت را با الله نزدیک کن، به اون ریسمان الهی بچسب، به دین، به ایمان، به کلام. قل من ذا الذی یعصمکم من الله. بگو چه ذاتی هست، کدوم ذات، چه کسی هست که شما را حفاظت کند من الله، از تقدیر الهی، از عذاب الهی، از اتفاقاتی که خدا میخواد بیاره. ان اراد بكم سوءا، اگر خدا نسبت به شما اراده سوئی داشته باشه، اراده ضرر و آسیب داشته باشه، اراده از بین بردن شما داشته باشه، او اراد بكم رحمه، یا اینکه خداوند نسبت به شما اراده رحمت داشته باشه، به شما میخواد لطف بفرماید، میخواد شما را حفاظت کنه، میخواد از شما محافظت بفرماید، کی میتونه که جلوش را بگیره؟ ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. خداوند میفرماید این افراد برای خودشون نمییابند، نخواهند دید بجز الله هیچ حامی و هیچ ناصر و یاوری، هیچ یار و یاوری بجز الله نمیبینند. این اعتقاد و این باور و این ایمان باید در قلب مؤمن باشه. تا خدا را داریم هیچ کسی نمیتونه به ما آسیب برساند. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. و اون چه که قرآن در رابطه با منافقین میگه همینه که اینو نداشتند. اونها به قدرت‌های ظاهری، به افراد، به مخلوقات، به انسانها نگاه میکردن و از ظاهر مرعوب بودن، چون ایمان بالغیب نبود. پس یکی دیگر از صفات اهل نفاق این بود، فرار از مرگ و فرار از قتل
و فکر میکردن وقتی که فرار بکنیم چند صباحی دیگه میتونیم بهره بگیریم. اما الله میفرماید، رب میفرماید نه خیر، زمانی که رب مقدر کرده اون زمان مرگ به سراغ شما می آید. و در آیه بعدی، آیه 18 الله تعالی بعضی دیگر از صفات این منافقین را ذکر می فرماید. این صفتشون قابل توجه، واقعا نگاه کنید، توجه بفرمایید که خودشون توفیق کار خیر نداشتند، توفیق جهاد نداشتند، توفیق یاری رسول الله و اسلام را نداشتند، دیگران را هم باز می داشتند. گاهی انسان خودش توفیق نداره، حداقل دیگران را تشویق کنه. اگر تشویق نمی کنه باز ندارد. اما منافق خودش هم نمی رفت و دیگران را هم می گفت نرین. خودش هم می ترسید، دیگران را هم می ترسوند. خودش هم وحشت داشت، در دیگران هم رعب و وحشت ایجاد می کرد. بوق تبلیغات دشمن بود. اینکه انسان بالاخره بلندگویی باشد، مبلغی باشد برای دشمن و همیشه یاران را، دوستان را به جای اینکه تقویت بکنه، تضعیف روحیه بکنه، همش بترسونه، این از صفات نفاق و اهل نفاق است. عنایت داشته باشی، قرآن میفرماید قد یعلم الله المعوقین منکم، همانا الله عزوجل میداند کسانی را که مانع شدند از شما، دیگران را مانع شدند، جلوی دیگران را گرفتند. والقائلین، و خداوند میشناسد گویندگان از شما را، اونهایی که گفتن لاخوانهم، به برادرانشون، به برادران نسبی، به پسرمو، به برادر، به خیش، به همراه، همسایه، چی گفتن؟ هلم الینا، بیایید به سوی ما، نریم به جبهه، نریم به سنگر، بیا اینجا. خودش نمی رفت. ولا یأتون البأس الا قلیلا، خودشون به جنگ حاضر نمیشند، به جبهه حاضر نمیشوند، در اون سنگر دفاع از کیان اسلام و مسلمین حاضر نمیشن الا قلیلا، مگر اندکی. گاهی می آمدند. چرا؟ یکی اینکه نشون بدن ما با شما هستیم، و دوم اینکه اشحة علیکم، قرآن میفرماید این صفت دیگری از صفات منافقین. اشحة علیکم، اشح از شح هست. شح دو معنا داره، یکی بخل، یکی حرص. یعنی اونها بر شما، هم بر علیه شما بخیل بودند و هم حریص. می ترسیدند که اگر در جنگ نباشند و فردا غنیمتی به دست بیاد، این غنایم همه به مسلمین میرسه، به ما چیزی نمیرسه. از این جهت اشحة علیکم، بر شما بخل میکردند. فاذا جاء الخوف، این صفت دیگر از صفات منافقین، که وقتی که سبحان الله چگونه قرآن زیبا معرفی میکند این قشر، وقتی که خوف بود، خطر بود، وحشت بود، چنان میترسیدند که این چشمشون در همون کاسه و حدقه دور میزد از ترس مرگ. اما وقتی که خوف و وحشت میرفت، دشمن رفت، دشمن شکست خورد، پا به فرار گذاشت، چنان چرب زبان که انگار زبانشون 1.5 متر. خدا میفرماید این منافقه، به وقت مرگ گلو، به وقت ترس، به وقت وحشت گلوش خشکه، اصلا نمیتونه صحبت کنه، چشمش تو حدقه میچرخه، دور میزنه. اما وقتی که شرایط امنیه، سبحان الله، چنان بلوف میزنه، چنان تبلیغات داره، چنان چر زبان، تند زبانه که میگه از این شجاعتر نیست، از این بهتر نیست، از این زرنگتر نیست. قرآن میگه فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون الیک،
زمانی که خوف میاد میبینی آنها را که نگاه میکنن به سوی شما، تدور اعینهم، که چشمهایشون فقط میچرخه از مرگ، از ترس مرگ. قرآن خودش میفرمه کالذی یغشی علیه من الموت، مثل اون کسی که بر او حالت غشیان و بیهوشی آمده از ترس مرگ، از مرگ که میترسن، چنین چشمانشون در یک جا میزنه. اما فاذا ذهب الخوف، زمانی که خوف از بین میره، ترس از بین میره، سلقوکم بألسنة حداد اشحة علی الخیر، با شما ملاقات میکنند، مواجه میشن با زبان بسیار تند و تیز، چرب زبان، شیرین زبان، فدا و قربان شما میشن. چرا؟ اشحة علی الخیر، هدف اینها مال هست، پول هست، غنیمت هست. اشحة علی الخیر به خاطر حرص بر مال، میگه چیزی به ما هم برسه. اصل همه اینها که این همه رنگ بازی میکنن دلیلش چیه؟ دلیل اصلی را در پایان این آیه قرآن میفرماید اولئک لم یؤمنوا، اینها در واقع ایمان نیاوردند. اینها ایمانشون ظاهریه، ایمانشون سر زبانشون هست، اینها فقط تبلیغاتیه. فاحبط الله اعمالهم، به همین دلیل که اینها ایمان ندارند و ایمان نیاوردند، خداوند تمام اعمالشون را از بین برده، اعمالشون را خداوند نابود فرموده، یعنی هیچ عملی برای آخرتشون ندارند. و کان ذلک علی الله یسیرا، و این چیز بر خداوند بسیار آسان هست، بسیار آسان هست که خداوند عزوجل اعمالشون را از بین ببره. بنابراین بزرگواران، در این آیات خداوند عزوجل چند صفت بیان فرمود که در این دقایق پایانی بنده جمع‌بندی کردم 10 تا صفت، که این 10 صفت را امشب عرض می کنم. از آغاز صفات منافقین، گرچه هنوز آیه داریم در رابطه با بعضی از منافقین که نشانگر ترس و وحشتشون است، اینه که اول خدا فرمود والذین فی قلوبهم مرض، در دلهایشون مرض است، تزلزل است، تردد است، تذبذب است، اینها بر یه چیز استوار نیستند. و دوم اینکه یقین و باور ندارند. میگفتم ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، هر وعده‌ای که رسول الله میداد، وعده فتح، وعده پیروزی، اینها به باد مسخره میگرفتند. سوم، تبلیغات سوء برای تضعیف روحیه مسلمانان که گفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، ای اهل مدینه اینجا جای ما نیست، برگرده. میترسیدند، تضعیف روحیه. چهارم، بهانه تراشی، همین که با بهانه های واهی میدان جنگ را ترک میکردند. پنجم، اگر شرایط به نفع کفار بود با جان و دل، و اگر شرایط به نفع کفار نبود به طرف مسلمانان می آمدن. ششم، عهد شکنی که امشب خواندیم. هفتم، فرار و ترس از مرگ، فکر میکنه همیشه زنده میمانند. هشتم، خودشون توفیق جهاد نداشتن، توفیق خدمت نداشتن، دیگران را هم مانع بودن، نمیگذاشتن. نهم، بخل و حرص بر علیه مسلمانان، بخیل بودن و حریص بر مال. اگر اندک زمانی در جماعت و در صف مسلمانان قرار می گرفتند به خاطر مال بود. و دهم، وقتی که شرایط حادی بود، شرایط خطرناکی بود، در این شرایط وحشت زده بودند، چشمهایشون در حدقه چشم دور میزد، میچرخید. اما وقتی که شرایط عادی بود، اون وقت سبحان الله چنان تند و چرب زبان که گویا از اینها بهتر ما نداریم، از اینها ما خیر خاطر نداریم. این صفات اهل نفاق هست. خدای عزوجل ما مسلمانان را از نفاق و از اهل نفاق بدور بدارد و از این صفات همه ما را مسون و محفوظ بفرماید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.